بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، به کانال پارستارز خوش اومدید. امروز قصد داریم درباره یکی از موضوعات کلیدی در موفقیت کانال‌های ویدیویی صحبت کنیم: افزایش تعامل بینندگان در ویدیوهای شما. اگر میخواید بدونید که چطور میتونید تعامل بیشتری با مخاطبانتون داشته باشین و کانال خودتون رو رشد بدین، تا انتهای ویدیو همراه من باشید. بریم اصل بخش اول. بخشیه که اهمیت تعامل بینندگان رو نشون میده. اصلا تعامل یعنی چی؟ تعامل یعنی اقداماتی که مخاطبانتون در ویدیوی شما انجام میدن، مثل لایک کردن، کامنت گذاشتن، ویدیوتون رو اشتراک بذارن، سابسکرایب کنن و که بینندگانتون این کارا رو باید انجام بدن. حالا چیکار کنیم این کارا رو انجام میدن و اصلا چه اهمیتی داره؟ تعامل بیشتر بینندگان نشون میده که کانال شما رضایت بیشتری داره مخاطبانتون از کانال شما و الگوریتم های پلتفرم ها هم این رو میفهمن. پلتفرم ها یوتیوب و آپارات اینا میفهمن که شما کاربراتون رو راضی نگه داشتید و بیشتر ویدیوهای شما رو نشون میده. بخش بعدی راهکاراش. اولین راهکار اینه که محتوایی رو تولید کنیم که کیفیت بیشتری داشته باشه و مرتبط با کانالتون باشه. کانال گیم داریم، فقط گیم میذاریم دیگه، نمیدونم یه بار یه چی بذاریم یه بار یه چی بذاریم، اصلا کانالتون رشد پیدا نمیکنه. بعد از اون محتوایی با کیفیته که محتوای جذاب و مفید بیننده رو ترغیب میکنه که تعامل بکنه. میبینه ای چه خوبه این فیلم، یه لایک میده. که خب اولین کار شناخت نیازها و علایق مخاطب، که میتونیم قسمت آنالیز بریم و از اونجا ببینیم که مثلا مخاطبانتون چند ساله هستن، مردن، زنن، کیان هستن، چی میخوان. بعد از اون یه محتوایی بذاریم که سرگرم کننده باشه یا هم الهام بخش باشه. بعد از اون قسمت دوم استفاده از کال تو اکشنه، یعنی شما خودتون درخواست بدین، بگین که آقا مثلا اگه از این ویدیو لذت بردین لطفا لایک کنین و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارین، یا مثلا برای دریافت ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنین، یا از اینجور چیزایی که خود شما بگین که کانال من رو ساب کنین. بخش بعدی بخش پاسخه و اونایی که نظر میدن و کامنت میزنن روی ویدیوهاتون، اونا رو گذاشتن رها نکنید، برین جوابشون رو بدین و اینا توی پلتفرم ها و الگوریتمشون تاثیر میذاره و میبینن که شما بیننده رو راضی نگه داشتین. بعد از اون قسمت کارت ها و اند اسکرین یا صفحه پایانی که میتونیم این رو بریم و با هم مشاهده کنیم. بزنیم. وقتی ما میخوایم یه ویدیویی رو آپلود کنیم، مثلا من یه ویدیویی رو هم توی این کانال یوتیوب هم توی کانال آپلود میارم، مثلا این ویدیو. وقتی میخوایم ویرایشش کنیم، اینجا همین ویدیو رو براتون باز میکنم. در این قسمت یه افزودن کارت اینجا مشاهده. اینجا کارت‌های پیشنهادیتون رو بذارین داخلش، مثلا یه دونه دنبال کردن رو بزنید، یه دونه ویدیوهای دیگه‌تون رو از اینجا انتخاب کنید به این صورت و تایید رو بزنید. و کارت های پیشنهادی یه ویدیو، مثلا من آخر ویدیو گفتم که برام فیلم رو گذاشتم، از اینجا این فیلم رو حتما باید در انتهاش بذارید که خب ویدیو گفتم که یه ویدیویی داشتم در مورد مایکروسافت استور، باید این رو اینجا بیارم و بذارم.
و تایید رو میزنید. همون رو توی یوتیوب هم باید انجام بدید. اینجا قسمت صفحه پایانی داره. برای این مثال من توی این ویدیو فکر کنم گذاشته باشم صفحه پایانی. آره ببینید اینجا صفحه پایانی اینا رو گذاشت. شما میتونید از اینجا عنصر رو بزنید و اضافه کنید. و بعد از اون کارت های ویدیویی که مثل همون آپارات یوتیوب هم از اینجا قراره که ما تا آخر ویدیو اینا مثلا نوشتم اینا مثلا همین. بعد از اون بریم نکته بعدی رو با هم ببینیم. البته رمضانتون مبارک باشه. همونطور که توی این اینترو هم دیدیم ویدیو رو لوکوموشن رو مبارک باشه. بریم بعد. یکی از عواملی که شما رو در این راه پیشرفت میده ایجاد تاملیل ها یا کاورهای جذاب و عنوان گیرا. مثلا یه تاملیل جذاب با عنوانی مناسب که مناسب برای سئو باشه که نرخ کلیک و تعامل رو افزایش بده باید بزنید. مثلا تصاویر با کیفیت و مرتبط، عنوان کوتاه ولی واضح و جذاب. بعد از اون انتشار منظم ویدیو هاست که باعث میشه پلتفرم ها الگوریتماشون این رو یاد بگیره. مثل انتشار منظم محتوا که مخاطبینتون رو به کانال شما وفادار بکنن و تعامل بیشتری هم بکنن و اینکه پلتفرم هم یاد بگیره کانال شما که میتونین از قسمت ویدیو حتی زمان بندی کنید. بعد از اون اشتراک ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی. مثلا شما یک کانال روی تلگرام دارید، ویدیو رو گذاشتین توی آپارات یوتیوب، لینکش رو بذارین اونجا تا اونجا هم ببینن و تشویق بشن مخاطبانتون و هم به اشتراک بذارن. و بعد از اون تحلیل بکنید. قسمت آنالیز یوتیوب یا قسمت آمار بازدید آپارات، اینا رو به دقت ببینید که کدوم ویدیوتون عملکرد بهتری داشته، نقاط قوتتون چیه، نقاط ضعفتون چیه، اونا رو شناسایی. و بعد از اون میتونید استفاده کنید از چند تا ابزار تحلیلی مثل ویدایکیو یا توپ بادی و ببینید که بعضی از معیارات چگونه است، مثل تعداد لایکشون، نرخ کلیکشون، واچ تایمشون و اینا. و ببینید که چیا باید ضعفتون اونا رو حل کنید و در ویدیوهای بعدی استفادهش کنید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشه. اگر سوالی دارید یا تجربه‌ای در این زمینه دارید، خوشحال میشم که در قسمت نظرات یا کامنت با ما به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و برای دریافت ویدیوهای آموزشی بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.